سلام به شنوندگان برنامه کتابخانه نیمه شب. معرفی کتاب مو قرمز، نویسنده اورهان پاموک، انتشارات چشمه، گوینده سیاره‌پیما. کتاب مو قرمز آخرین منتشر شده اورهان پاموک. اورهان پاموک در سال 2006 برنده جایزه نوبل ادبی شد. پاموک در کتاب مو قرمز داستانی بی نهایت متفاوتی رو روایت میکنه. رمان درباره پسر فقیریه که پدرش به خاطر فعالیت‌های چپگرایانه‌اش در زندان نظامی ها بوده و حالا هم اونها رو رها کرده. پسر داستان مجبور برای تأمین پول کلاس‌هاش کار بکنه و کاری که به او پیشنهاد میشه وردستی یه چاهکن پیره. اورهان پاموک یک قصه پرداز کهنه. او میتونه مثل شمن یک قبیله شبها خوانندگانش رو گرد آتیش جمع کنه و با داستانهاش اونها رو به عالم قصه ها ببره، در حالی که همه به دور آتیش جمعن و زل زدن به دهان او. پاموک در حال خوندن اوراد با ریختن پودرهایی حاوی افسانه‌های کهن به درون آتیش کاری میکنه زنی مو قرمز در میان شعله‌ها رخ بنمایاند. حالا او قصد میکنه گیسوی سرخ این زن مو قرمز رو ببافه و شروع میکنه به خوندن افسانه ادیب. داستان نبرد رستم سهرابه. داستان پسرکی نوجوان که برای تأمین مخارج تحصیل دستیار یک مغنی میشه. مغنی که در کار خود استاده و با تمام وجود سعی میکنه جای پدر نداشته پسر رو پر کنه. اما پسرک آمال و آرزوهاش باعث میشه به استاد خیانت کنه. راهی که با افسانه ها گره خورده و تقدیری که به برگ داستان سایه انداخته. گویا پاموک قصد داشته بگه داستانها هر قدر تکراری باشه چیزی از ارزششون کم نمیشه. و قسمت دیگه از کتاب مو قرمز رو براتون میخونم. این قضیه بسیار عجیب نیست؟ اینکه آدمی خردریزهایی رو که بسیار دوستشون داره و براش ارزش مادی یا معنوی بسیار داره داخل چاهی پنهان کنه و بعد فراموششون کنه، نشونه چیه؟ ساعتها بود که چیزی نخورده بودم، اما نه میلی به نون شیرمال داشتم، نه دونر، نه هیچ خوراکی دیگه. با خودم گفتم پس قاتل بودن همچین احساسی داره؟ وقتی آدم دور از پدر، بی پدر بزرگ میشه، اون وقت کل عالم واسش هیچ مرکزیتی نداره. دیگه مرزی برای اون آدم نیست. برای همین احساس میکنه که هیچ محدودیتی نداره و میتونه هر کاری که دلش خواست بکنه، در حالی که بعد از مدتی میفهمه این خبرها نیست. خیلی از کاراست که اون از عهده انجامش بر نمیاد و اون وقت چی کار میکنه؟ شروع میکنه به گشتن دنبال یه معنا، یه مفهوم، یه مرکز، یه آدمی که گاهی جلوش قد علم کنه و با صدای بلند سرش فریاد بزنه و بگه نه نه نه. این داستان بسیار زیبای مو قرمز از اورهان پاموک رو بخونید و با دیگران به اشتراک بذارید. زندگیتون سرشار است.